امیدوارم حالتون خوب باشه. امروز میخوام در مورد کنه تارعنکبوتی باهاتون صحبت کنم. همینجور که دارین الان داخل تصویر میبینید، کنه تارعنکبوتی مثل تارعنکبوت و به خوشهای خرما میچسبه و کلا خاک میگیره این خوشهای خرما رو، به صورتی که اگه شما هر روز هم بشورینش باز از بین نمیره. امروز میخوام بگم که چجوری میشه اینو برطرف کردش. با من همراه باشین. خب دوستان نگاه کنید، الان این نخل با نخل بعدی هر دوتاش این کنه تارعنکبوتی رو گرفتن، ولی نخل کناری کاملا سالم. اگه تونستم عکساش یا فیلمش رو براتون میذارم. این کنه تارعنکبوتی داخل فصل زمستون هم هستش، یعنی داخل نخل هستش، منتها خودش نشون نمیده، یعنی داخل تنه نخل هستش. دشمن آفت تارعنکبوتی خب هوای خنک و رطوبت هستش. یعنی اگر که با تراکم کم هستش، هم اوایل که حالا میبینینش، اگر که با آب خنک هم اول صبح بشورین اون خوشهای نخل رو، این از بین میره و میرزه پایین اینا رو. خب ولی اگه با تراکم بالا هستش اینجوری از بین نمیره، یا باید با آب صابون اسپری کنید و مثل حالت سنپاشی روشون بریزین، یا اینکه باید از سمومی مثل نیروسون، آبامکتین یا مثل پروپارژی یا مثل اورتوس میتونید ازش استفاده کنید که این کنار از بین ببره. البته باید اینم بدونین که این آرزه، یعنی موقعی که شما ببینید داخل نخل هستش، خب شما سنپاشیش کنید هیچ فایده ای براش نداره و انگار که نزدی، یعنی تو 100 بارم بزنیش فایده نداره. اگه میخواین که این آفت تارعنکبوتی از بین بره، باید موقعی که خوشهای خرما به حالت خودمون میگیم پهک به زبون بوشهری یا به چغاله خرما هستش، اگه دونستم عکسشون براتون اینجا میذارم، اگه اینجوری هستش باید در اون زمان این سموم رو بهش سنپاشی کنید تا به این آفت مبتلا نشه. البته باید در 2 مرحله انجام بشه، یعنی یک بار در زمانی که چغاله خرما هستش و زمان دیگه هم زمانی که اون دونه های خرما دیگه قد خودشون رو کشیدن ولی هنوز سبزن، هنوز زرد نشدن ولی قد خودشون کشیدن. داخل اون زمان باید ما دوباره سنپاشی رو انجام بدیم، حالا یکی از این سموم رو میتونه انجام بده و با آب و سموم هم میشه این آفت رو تقریبا میشه گفت تراکمش رو کمتر کرد. خب اینم از یه آموزش دیگه. ممنونم که امروز هم با من همراه بودید. See you the next one.